امروز بعد مدت هوس کردم که با اتوبوس برم مرکز شهر. یه کارت اتوبوس گرفتم، 20 تومن شارژش کردم، رفت و برگشت کلا 3000 تومن بیشتر با آب نخورد. اولین جایی هم که رفتم پاساژ رضوان بود. اولین مغازه هم فشفشه خریدم و شم. خیلی خرید هیجان انگیز ترین قسمت خرید من بود خرید فشفشه. بعدم که فورا رفتم بازار امام خود دستوری یه هیاهوی خیلی خوب و قشنگی داشت که مردم داشتن خرید میکردم و خیلی حس خوبی بهم داد و مستقیما بود و رفتم رسیدم به پاساژ محبوبم، پاساژ خورم، جایی که از بچگی لباسای تو خونگیمو از اونجا میخرم. اونجا هم وقت و هدر ندادم و مستقیما رفتم مغازه‌ای که همیشه ازش بلوزای مارک هندونه‌ای میگیرم، ولی خب نداشت، به جاش یه مارک دیگه بهم چپون. یه آقایی هم بود اونجا